وصیت اول، فضیلت لفظ لا اله الا الله. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است گفتم ای پیغمبر خدا، روز قیامت به شفاعت شما کی موفق تر است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ای ابو هریره، هنگامی که تو را بر علم حریص و با محبت دیدم، من یقین داشتم که هیچ کس پیش از تو این حدیث را از من نمی پرسد. موفق ترین مردم به شفاعت من روز قیامت کسی است که خالص و صادقانه از قلبش گوید نیست معبودی بر حق مگر الله. در این مورد نیز فرموده است از عباده پسر صامیت رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است شخص شهادت دهد بر این که نیست معبودی بر حق مگر الله یگانه، او را شریک نیست، و این که محمد بنده او و رسول اوست و عیسی بنده خدا و رسول اوست، کلمه اوست که بر مریم القا نمود و روح از جانب اوست. جنت حق است، دوزخ حق است. خداوند داخل جنت می نماید بر اساس اندازه عمل. حبازه افزوده است از کدام 8 در جنت که خواهد. روایت بخاری. در روایت مسلم و ترمذی آمده است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود شخص شهادتی دهد بر این که نیست معبودی بر حق مگر الله و محمد رسول خداست، خداوند دوزخ را بر او حرام می گرداند، یعنی داخل دوزخ نمی شود.